حضرت موسی در سرزمین مصر آغاز شد، در قلب کاخ فرعون، جایی که کودکی در سبدی بر آب گذاشته شد. او بزرگ شد تا آزادی ببخشد. صدای خدا را در کوه طور شنید. معرفی موسی، پیامبر آزادی، کسی که قومش را از بندگی رهانید. او حامل کتاب توراست، کتابی سرشار از فرمانهای الهی و پیمانهای مقدس.